شب گذشته بازار مرکزی ناحیه همدانی به کام آتش رفت. به گفته صاحبکاران و ساکنان بر اثر این سوختار ده‌ها دکان نابود شده است. صبح 3 ایول صاحبکاران این بازار در صحبت با رادیوی آزادی گفتند که مقامات آتش نشانی تنها پس از 6 ساعت توانستند علنگه‌های سوختار را به طور کامل فرو نشانند. سعدالله خواجه‌یف یکی از صاحبکاران بازار مرکزی ناحیه همدانی بر رادیوی آزادی گفت فقط در زیر یک بینا 30 دکان جای داشت و همه نابود شد. وی گفت هیچ یکی از فروشنده ها نتوانستند مال و کالای خود را حفظ کنند. از مقامات ناحیه نماینده ها آمدند و دیدند وعده دادند که کمک خواهند کرد. افزوده است این صاحبکار. آتش گرفتن بازارها در تاجیکستان سالهای اخیر زیاد به مشاهده می رسد. مقامات در چند حالت گفتند که رعایت نکردن قاعده های بی‌خطری سبب آتش گرفتن بازارها شده است.